السلام علیکم، روز همتان بخیر. یک عزیز ما پرسان کرده بود که آیا مالیات را که در امریکا پرداخت میکنیم به همگی یکسان است؟ مالیاتی که ما در امریکا پرداخت میکنیم به همگی یکسان نیست، به عوامل مختلف ربط داره. مثلا به نوع درآمد، مقدار درآمد، وضعیت مدنی شخص، داشتن طفل و یا نداشتن طفل. اما برخی مالیات است که به همگی در تمام ایالات متحده یکسان است. سوال اینجا است که تفاوت عمده در چی است؟ دو نوع مالی است که همگی در سراسر ایالات متحده پرداخت میکنن و این برای همگی یکسان است، به هیچ کسی تفاوت نداره و حالت مدنی، داشتن طفل، نداشتن طفل تغییر ایجاد نمیکنه. و این سوشال سکیوریتی و مدیکر تکس است، مالی است که ما پرداخت میکنیم و این ریفند ولی نیست، در آخر سال نمیتونیم که مثل فدرال هولدینگ تکس و یا استیت تکس دوباره بگیریم. و این مثل یک سیوینگ یا پسنداز است که ای که چی وقت ما رو استفاده کرده میتونیم. و در ادامه من انشاءالله براتون رو میگم. فیکا میگن فدرال اینشورنس کانتریبیوشن اکت، یعنی مشارکت در بیمه فدرال که 15.3% از این تکس یا این مالیه که هر کسی که W2 داره، 1099 داره، هر قسم درآمد دیگه که داره، 15.3% مالیه را پرداخت میکنه. یک غلط فهمی رایج هم است که بعضی میگن کسایی که مجرد هستن سوشال سکیوریتی و مدیکر تکس زیادتر پرداخت میکنن، کسایی که متأهل هستن طفل دارن یا سوشال سکیوریتی و مدیکر از یا تکسش کمتر است. این رقم نیست. از همگی سوشال سکیوریتی و مدیکر تکس در سراسر ایالات متحده آمریکا یکسان است، تغییر نمیکنه. حالت مدنی و نوع درآمد، مقدار درآمد تغییر ایجاد نمیکنه. تغییر عمده در اینجا است کسایی که W2 دارن، جای کار میکنن، کارفرما دارن، نیم از این 15.3% مالیه را پرداخت میکنن. فرض کنین کسی در یک جای وظیفه داره، W2 داره، در ماه 3500 کار میکنه. از جمله 3500 15.3% چیز حدود $535 میشه. اینمی $535 نصفش کارفرمایش بر از میده، نصفش خود از این باید تکس پرداخت کنه. و اگر کسی 1099 داشته باشه، مثلا کسی لفت کار میکنه، اوبر، دوردش و امثال از یا خود اشتغال گفته میشن، یعنی قراردادی هستن یا برای خود کار میکنن، کارفرما ندارن و مکلف هستن که 15.3% تکس خودشان پرداخت بکنن. یعنی $535 یا چون کارفرما ندارن تمامش سهم خودشان است و تمامش باید خودشان پرداخت کنن. و این هم معلومات بود در مورد سوشال سکیوریتی و مدیکر و تغییراتش کسایی که W2 داره و 1099 داره. روز همتان خوش. خداحافظ.